دسامبر 2022 بود که یک زن اسپانیایی مدعی شد توی یک کلاب شبانه تو شهر بارسلونا بهش تعرض شده و اون فرد کسی نیست جز پر افتخارترین بازیکن جهان، یعنی دنی آلوز. تا آخر ویدیو با هم همراه باش که میخوام واکنش دنی آلوز نسبت به این ماجرا بعد از آزاد شدنش از زندان رو بهت بگم. صبح یکی از روزهای آخر ماه دسامبر بود که دنی آلوز یه نامه از طرف دادگاه دریافت کرد که تو اون نامه برای یک موضوع احضار شده بود. بعد از چند جلسه دادگاه، دنی آلوز محکوم شد در کلاب شبانه سودن بارسلونا داخل سرویس بهداشتی به یک زن اسپانیایی تعرض کرده و این کار بدون رضایت اون بوده. جالبیش اینجاست که دنی آلوز توی جلسات اول دادگاه این اتهامات رو رد کرده، اما بعد از چند جلسه اعتراف کرده و گفته که این کار با رضایت دو طرف انجام شده. اما اسناد این پرونده چیز دیگه میگن. به نظر این اسناد چیا بودن؟ بریم سراغ اسناد. اولیش، شاکی بلافاصله بعد از این حادثه موضوع میره به کارکنان کلاب گزارش میده و بعدش هم پلیس رو در جریان میذارن. دومیش، با معاینه پزشک قانونی نمونه‌های جمع‌آوری شده از بدن و لباس شاکی این ادعا رو تایید میکنه. و سومیش، دوربین مداربسته کلاب که تصویری از خارج شدن دنی آلوز و شاکی رو در فاصله زمانی جداگانه تایید میکنه و رفتار شاکی انگار بعد از خروج از سرویس بهداشتی بسیار ناراحت و مضطرب گزارش شده. البته فیلم دوربین مداربسته توی رسانه‌ها پخش نشده و فقط در دسترس خود دادگاه هستش. بدین ترتیب حکم دادگاه در ژانویه 2023 دنی آلوز در زندان بریانس بازداشت شد. اینو اضافه کنم که قاضی پرونده رو بدون وثیقه گذاشت تا از فرار احتمالی دنی آلوز جلوگیری کنه و اونو محکوم بین 6 تا 12 سال حبس کرد. با این اتفاق همسر دنی آلوز هم از اون جدا شد. اینجا بود که دنی آلوز دچار افسردگی و اعتیاد به مصرف سیگار پیدا کرد. داستان جالب این ماجرا اینه که دنی آلوز برای گرفتن سیگار مجبور بود که تعداد زیادی از لباسای بارسا رو امضا کنه و در اختیار مسئولای زندان قرار بده تا در قبالش سیگار دریافت کنه. در واقع یه بازار سیاهی راه انداخته بودن دیگه. اما اون زن اسپانیایی کی بوده؟ رسانه‌ها افراد زیادی رو معرفی کردن اما هنوز نامش افشا نشده. تنها اطلاعاتی که از این شاکی هستش اینه که 23 ساله است. اما سرانجام قاضی این پرونده بعد از 14 ماه تایید کرد که دنی آلوز میتونه با دادن وثیقه از بازداشتگاه آزاد بشه. ما میرسیم به واکنش دنی آلوز بعد از آزاد شدن. دنی آلوز گفته که من از باشگاه بارسلونا واقعا ناراحتم چون پشت منو خالی کرد و همه دوستان منو تنها گذاشتن به جز لیونل مسی که 2 تا وکیل برای من گرفت و منفیس دپای که وثیقه منو پرداخت کرد. منتظر ویدیو بعدی ما باشید که میخوام درباره محرومیت پول پوگبا صحبت کنم. اصلا دلیلش چی بوده؟